این نوبت گروه کاری تلویزیونی سیمای مستقل یکم در شهر استقلال سابق شهر تبشر ولایت سوخت قرار دارد. عرض نوبتی به عنوان برنامه خیریوی ارمون از نام زاده ناحیه مسجاه زرین حسینوه وارد گشت. فرزندش عمرجان حسینov ҳоло бемор است. پسرچه 10 ساله بموری وزنین ҷигар دارد. در حجت‌های تببی تشخیص اساسی کودک همچون نقصان مجراهای تلخ گذر با عارضه فیبروز ҷигар معین گشته است. 1 سال 7 ماه عمیق قاز رفته اومدم. یعنی اوزه تاشکندش. اول مچانده دوبار خواب رفتم. اونجا گپتیتش گفته. ثانی اونجا اومدم با بمور شد. با زب زردم. با گرفتم اونجا خودم متخصص به قوه گفتم اونجا رفتم انفکسیونه. اونجا رو خواب کردم 16 روز بعد از وی ما این نفهمیدیم این کسی مانه این گره دیسک پنجشنبه بره. اونجا بردم اونجا خوابش گفت خواب نکردم. گرفتم اومدن داداش های گفته مدرسه. اومدن گرفتن چه راست تاشکند برد. اونجا ویروس سپاریدن ویروسش نبوده. اوزه کردن همین انالیزش کرده گرفته آوردن. با اونجا قطع وی نکرده گرفتند رسیهش برد. رسیهنده خیلی کپسولان بیسته همین انالیزش دادیم و بشه ویروسش نیسته. همون درونی ҷигар یکتا بهش محکم شاخه تلخ دانش درونی ҷигар محکم شرایط نشد بنیسه خواب کردن دوباره اپیراسیون گفتگینده خودم خونم نیست 5 تا بچنده شما هم تو کارگری کار شدگر میره بعد یک اونجا میگو کاری وی نشد خوننده خودم شیستگی خونه همین قطعی 1 سال 7 ماهی هم خیلی خوننده تا همین 2019 هم تو سالم به قوت میگشت قطعی و بچه همین 1 سال 7 ماهی که زرد میشد خارش میشود بشه تا سحر بیدار 24 ساعت بیدار اگر 1 ساعتش خوب کند دیگری و هم تو بیدار میگیرید اپا خارم میخورم دستم هم تختا کند خوابم برد گریهش آوازش میبرم میخیزم گریه ساده به تو خودش هر روز به یک خیالم ویس پرتاف استاده قاق شده خراب شده چشماش در نابود رفت استاده اکو دوشنبه نگفتن که به مادرزاده با که کمیسش من پرسیدم گفتن نه مادرزاد اشدگی سالم بود هیچ بمور خراب یا گو ویش نبودم تو ناز بود قطعی بچه ها بازی غلطوخه هم تو هیچ وی نداشت سالم بود هم تو زرد شده گر بلیم بنیسته انالیستیم گپتیته این هاست برای خواب کنیم میبریم خواب میکنیم میبیاریمش با میبرد خون 1 ماه ایستاد کرد با زرد میشود پیشاب سرخ میشد خارش بسیار میشد با میبریم انالیز میتیم لابراتوار هم تو میبیند میگه پیشاب این گپتیت خواب کنه با میبریم قرض میکنیم خوابش میکنیم خلاص گپتیت دست چیزی دست نه گپتیتش نیست یک میگویم بچه ویروس ندارد اما درونی ҷигар کدوم شاخش محکم بوده زرین حسینوه همگی 5 کودک نابالغ دارد. حالا همراه اویلش موقتا در خانه مذکور اجاره نشین است. زمان نوارگیری 3 فرزندش در مکتب و شوهرش در مردیکاری بود. از داراش دار شدگی دارش نیسته خارشش بسیاره چند وقت داداش مونند بوده همین روز که جا یک کم از خاک بار کنی برامده که بید روزش 50 سوم خاک بار کنیم سهر برفتن که همین قشد بیام اقلا 10 کپسولش گیرم که خارشش با بسیار شده اپیراسیون شرایط نشد خونم نیست فروشم گاوم نباشد ماشینم نباشد خونی کسان ماهش 100 سوم میتیم من اینجا میشینم بیماری این قطعی فقط قرض میکنم بلیس خواه میرم خدا خیر دیکو خیش تبار میشناختگی آرتید که یکاشو 1000 شود که خیرش کردن زکاتش داده فطر روزش دادن که انده این نقص شود این عذاب کشید هر مکجا رو گشت دادندش خیلی قطعی فقط ما لیچینی
انی رسی بردن قرض کردیم. دوشنبه بردن 13,000 اپراسیون گفته هر دو مورد. هم یا خلاص مچوکی که شناخت فهمید داشتگیش عدیلش برآوردگی هم بانک پول مفرستم که ساعت شد داداش کار میکنن میتیان موقعی می اپراسیون نقص شود. فقط خارشش بسیار بش روز میشد هر دیمو بیدار جوش میشد همه خیلی گیره میکند میخیزم بیدار میشم گیره ساده خو میری اپا تو منو میخوری میخیزم میگیرم میخورمش اپا همین پاچکای اون داریم چی میگه جوش شده همین خیلی زورش اومده پاچکان باره میخورم خارشش بسیار وزمین نی به عذابش همین خارشش و چشمش درد میشه یکی عذاب نباشه اون پاچکاش هم تو منه عیصاب همین زوری دردش گوید هم تو منه و پاهای بودو یاره پوستیکه همین خیلی دردش زوره که گوید ناخونای همین پاچکاش هم تو میخیزن زوری دردش گوید شما هم تو ناخونا میخیزن پاها دستو خیال میکنه کارت قدیم خیلی بریدی شو خوناش میبراید وقتی که بمور شد همه خیل شد میخورد همه خیل بش دستاش در میکنه انمی گلی مونده سنتید که انم تو میمولد انم خیل میخراشه شخ میخراشه هم تو میخورد میخورد میگیرید با من میخیزم میدارم معلدش میدونم جوگم میمولم خیل کش میکنم اگه گیری و میشم گیره میکنم سویت کشتگی هم تو آبای چشمم دستشان زند اگر میخیزد اپا گیره داری میگم گیره کرد میگم نگاش میکنم این هم تو آباش میخیل میریزم از زوری دردشه از خارشی بدنشه میخیل میشه اگر پیشابش سال سرخیش که میشود خارشش کمتر کم میشه هر دو پاش میخیل دستاشم هم میخیل هم تو ناخوناش میخیزن هم میخیزن با انم میبرم میخیل میکفن خوناش میبراید 13 میکره رایون خوب رفتیم 70 سامانم کریمش خریدم قرض کردم عبدی که منجا خریدم هیچی عبشه هیچ نمیشه من میخورمش من مینانه من میقتی میخورد خودشه اونم تو میخورد دستاش درد میکنه با این قوش میکنه در دستاش میدرانه میخوره ما مجبور زور اومدیم ما اینو گرفته میخوریم تا گوشاش سراش هم تو کنده میبرن آب دیدش من خیلی میریز پاچکاش اکیله میستوبم میگیریم من جگر میتی الهی خدا کسی خیرش کرده عدلش رو آورده خیر کرده یک آشوه 1000 شود الهی در دستاشو خار نزن این روز من دیدم گفتم هیچکی نبیند دشمن این روز نبیند شکر میکنم خدا دردم داده با شفاشم دید خدا به من میرست یک کودک عذاب چون میکنه 1 سال 7 ماه عذاب داره دو سال آخر زن از تشخیص گذرانی بر دوام تبابت و گرفتن سوزندارهای زیاد برای فرزندش خسته و ناچار گشته است. تا این مدت عمرجان 10 ساله در بیمارخانه فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان و آخران مراتبه در پایتخت کشور شهر دوشنبه تشخیص گذرانی مکمل را پسی سر نموده است. در اقتباس آخران کودک از سال 11 اکتبر سال 2019 اشاره شده است که به والدین کودک пайвандсозии ҷигар пешниҳод карда шуд, лек бо сабаби даст кашидани волидайн аз давом додани табобат бемор аз шӯъбаи пайвандсозии ҷигар ҷавоб дода шуд. دوشنبه نیده می شود خونی هر دو ماده پیلوس
همین تشخیص قرض کردم، من هزارو قرض کردم، همین مرتیاقش کردم، آنالیز دادم، همش گذاشتم. کمیز نمیگذارم. این هفته کمیزی، این پگه کمیزی، جمعه کمیزی، روز شنبه، روز دوشنبه، همش تشخیص گذاروندم، قرض خطی گذاروندم. یک ماشو خواب رفتیم بندیسنده، بچه هم کوچنده، خورشش بسیار شب روز میشد، بندیسم میگیرید. خلاصه ما خواب رفتیم هیچ خلاصه نیست. گرفتیم بچه رو اومدیم، شرایط نشد، پول نشد، 13,000 دلار گرفتیم و آوردیم بچه رو. بریسد که پیچ میکردیم، خودم هم آنالیز دادم، مادرش پیشد راضی است. مایلش گفتم بچه هم نقص شد نیکن، فقط تشخیص میریم اونجا میبینیم، میریم وای بانیسه، میریم اونجا قرض هم قرض، هیچ اپیراسی معلوم نیست. گرفتیم بچه رو، شرایط نشد اومدیم. برای پیوند نمودنی جیگر، زن همچون دونر برای کودکش موافق می باشد و مادر راضی است که نیز همراهی فرزندش جراحی شده یک قسمی جیگرش رو به پسرش دهد. لیک جراحی پیوندسازی جیگر حالا گرانبها بوده. برای پرداخت این گونه عملیات در بیمارخانه 118,471 سومانی مبلغ لازم است. برای اویله حسینов ها که در فهرست جماعت همچون اویله کم بضاعت نامنویس شدند، پرداخت این گونه مبلغ امکان ناپذیر می باشد. همه روز عذاب فرزندش را دیده زن درونناکی خون می خورد. دست امداد برداشته است. مادر امید می کشد که پس از مراجعت به مردمی سخاوت پیشی دیار توسط برنامه خیریوی ارمون، فرزندش مثل صدها دیگر کودکان شفا یافته صحت می شود و ارمون دلش عملی می گردد. آرزو میکنم بچه‌م نقص شود، بیماریش نقص شود، خارشش موند، نقص خوب رود، اینم عذاب برود، خودم هم عذاب برود. دینش اپا عشقم هم در اپا جگرم در کرد، خیسته پاچکوش عربی نمیتاید اپا اینجا هم درد جگر زوره راست آدم میکشد. همتون نگاش کردن، دلم گنج شد، دلم سیاه شد، ترسیدم. داداش من خونم خوابه، سر خیستم، گفتم داداش این دردی زور، گفتم راستا، گفتم میکشه درد. خیزید گفتم میگون چه دختر رو بیگون کسی باید، گفتم میگو یاردم مکنه این بریم. تو نگاه کرد و یارم هیچی نگفت. خوابش به روز شد، خوابش این نقص میشد که باشد من چیکار میدیم. حالا فوند خیریوی ارمون به نام کودکی بمور умарҷон ҳусейнов аксияи خیریوی اعلان نموده است. مشتریان شرکت موبیلی تیسل، زد موبایل و ویلان موبایل و میگافون تاجیکستان چون همیشگی به رقم کوتاه 1519 زنگ زنید و یا پیامک با متن برای умарҷон فرستید و برای جمع آوری مبلغ ضروری کمک نمایید. با فوند خیریوی ارمون همچنین تمامی واسطه های پرداختی به مانند بانک اسخط، الف سرمایه، دوشنبه سیتی، بانک هومو و کمرس بانک تاجیکستان پیوست شدند. رمز و نام فوند خیریوی ارمون را در بخش احسانکاری دریافت خواهید کرد. تنها در همدستی با شمایان همدیاران عزیز ما می توانیم برای حل معمای کودکان بمور دستیاری رسانیم. ارمون پیگیری کارهای نیکو ثواب است. پیگیری برنامه ارمون باشید.